با خوب است چنج نازه طرفه همت خوب هستن. چی حال داره جانای شیرین برادران قندم، برادران عزیزم، دوستان عزیز، شیران خدا. افیر یکی مرد خفه نشده به خاطر که جه چی ندارم. با وای فای در اومدگیم یکی میمبره یکی گیرون میشه. خوب است اینجا سلامتی همت خوب است. ها سویزی خوب خواب کنیم که میاد چخ چخ کنیم. چون کودم استرای کیه چیه کوی خوابگی. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت خدا. دوستان مهربان خوبه همت اینجا نازه؟ الحمدلله. باش بیمار خواه بیمار اینجا شتیم دوستان عزیز. خوبه همت اینجا نازه؟ خواه نیستی؟ خوبی هم یه بار گفتی هم گفت لایک تو نگم خطوب میزنی نمیزنی نزنی. ارزیاتش میگه که اکموت یک چی کار غلطید من گفتم زینیتم بنده میگه چون سالی درست را لایک موندم امروز کاریم نمیبینی یا چیز بگم دیگه. دوستان عزیز سلامت باشی، سلامت باشی برادر. همت برای دعای نیکتون. اومدیم امروز ولی برای اپیراسه داشت با خوردن نتونستیم. های جا پورا گرفتیم انشالله پگه ایدیم بیمار میشیم بعد با یکان معلومات میخورانی ولیون مرغی برادرای نمجه دادیم شم. خوب است همت اینجا وطن ها چی خیلی. ویدیو دهخانی نیست افیر دهخانی افیر. خدا نیستم کنم گر نیستم کارم. سلامت باشه همه تو خوبه. وطن ها تینجان چی خیلی ایجا رسیه تینج خوب. خیلی سلامت باشه. سغیره یه ایندیسکی گپ زن یا ایندیسکی گپ زنم نمیتونم فقط میره پیره میدونم تمام. باشه سغیره شکوی اما اینجا که سلام علیکم قاسم جان نولوسی ازبکستان. همه خوب همه تینجی نویم یا باشین بیچاره خوایی. خواهیم که تلویزی که تماشا کردم کشتم خلاص از این گفتم یه اپیر بدرم اپیراسا پگه معلومه شد دوستانی مهربان پگه اکا یکم بگون کینوی سریال بازی کن پاپتی بچه وقتی همی سلام علیکم سلام وقتی کینوی خطی بیمار اومدگیم و خیجو هیچ که ندارم ده کسیم ده نفرین از جو مخومی جو بای خوبه. سلامت باشی برادر من. خای باش سلامت باشی دوستان مهربان. یک بار دندان تا چسبان اکا ولی با دندان یا محیطگه موندگی اکا چون کردیم گذشت شراحی نکی دنیا را خود یکا خیلی چکا کنیم میگن جهان خورده باشو جهان دیده باشو جهان خورده اکرم میکن نکدی. ایشون جان برادر مهربان تلگرام ایشون ذکرالله رحمت سلام چی نویس برادر جان واتساپم بعد این خداوند حفظم کنه در چیم در هندوستان عبدالرازق دیدی ای برادر عزیز ما در پیشی بند سه ایماز بینشون تو تیم پیشی بند سه من عبدالرازق قوی اومدم ازتون است نه ایجاد ایمی نه پیش مو بند سه ایمی این ها پیشی بند سه من ایجا عبدالرازق
برای این دیده شده اینه هندوستان های همش درخت اینه که روستی همینجا گاز نیست ماه اینجا کارتا شده است ساغرات چاکورا بین تا اینجا داوج نام بسته استیان داوج کارتا زشته با پیش بالنیسه دیم بالنیسه کلان بالنیسه کجا دیم بالنیسه فراموش کردم نامش دادم همونجا کراچی ما گاز نیست زی بالنیسه دیم دوستان میربون همینجا نخود شکلان نرخود سازن خلقش کمبغل کوچه ها جزیر خاک خلق همه چیز زندگی میکنه نمیخونه را دیدی نمیخونه در طور کلیشه این نمیخونه که نمیشه ستی نمیشه کو ما ساری شستم ما ساعت 5 ساعت هستیم نه زدانی تاش ترگول سنسه در طورش خونه بوچکه او موندگی کو نه من پیش میارم ببینی اینا خونه لیباسشون کشور کردگی اون اپلیکیشن شستم در جای زنک بوز بالا مشغله است هر اختراع کرد اوج شته چه خود است یعنی که اون زنک دادن شدی ندی اونها دیدی خالدینه که شو در طور کلیشه خونه یعنی یا همی لیش بر روز بگذرده برادر عزیز همش با همی سودا و کشاورزی در این تریتوری اول من ندیدم یعنی درسته که این تجربه بلنده نی اول یو تیور نیستن همه این همی تجربه بلنده کنه پیش میارم همه این نو ساخته ای سودیان همش خونه این خیلی پسته که جزیره نه خداوند آباد شوند خلقش خلق با احترام که من نمیدونم امی جایی که ما هستم همش پس که مسلمان عرالش درست است ولی مسجد میگم و مسجد میرم دائم خربی و مسجد مسلمانو بوده نه خیلی دوستان عزیز الحمدلله نرخ نوا هندوستان خیلی نرخ نوا رو شکم هم دور اومدیم قسمیتن پمیتن خریدیم خوردیم نرخ نواش نفهم این کوچه تنگ اگه شاید ولی در این شهر دیگه باشه ما در یک اوگلشیم پکا از یک بالنیچه جمع همه مترسیکل پوستیش جزیر همه این مسترو رو ببینیم همه جو جزیرن حق نمیدونم این خلق پس شو نزنیم بیاد دوربین میگیرم چیتم و چون میکنم ساغراز هم جانگا بخوار میکنی روزم بتی با این نمیشه برادر جانوی من سوزین خوب من پدر مادر الحمدلله زنده باشه شکر بازم سلام بچه های رو بود باشه بچه های تاجیکستان باشه های همدردی ما قبول کنیم برادرایی که در شهر تاجیکستان یعنی در تاجیکستان بودن از همه گوشه و کنار دنیا و آفت‌ها پروردگار زشتگانتون رحمت و مغفرت کنه ضرردگار صبر جمیل اینجا خدمت بسیار میکنه خلق ما امید جان بچه که اجیرگتول زبورش کردن که در ایفیر 1,200,000 جمع کنیم همه گرفتم واردم دهلی دهلی در شهر دهلی فقط دواگو باشه آخه با میگه که یک هفته بگم همه شما هم خیلی حرمت ایزت میکنی شما را تو مجبور نمیکردن سقرا چک و لایک لایک بزنی که داد میزنم و همه هندیو لایک بزنی کودن بسیار شما 56 لایک 500 کس تماشا داره شما مزهتون نیست چی کنید شما شما تو مجبور نمیکردن نمیزده بگی لایک بزنه بچه دوربین مونده یک جا تماشا کنید گیجو را تماشا کنید پری زنه که ایجا همش لیچ خلیج اینا دیدی یا های میگو اونجا 100 لایک میشه الله سلامت باشه باشه گفتم کنم یا بارم لایک نه خوشو میزنه که بخبه نه پرادر نه چی در تو چیزا میخونم نگاه کنید دوستان نه خطا میکنی من هم دین آمدم در ایروپورت فر آمدم در همه وقت تماش نگذشتن تمامی دولت دنیا را دیدم تمامی دولت دنیا ملتاش از همه دولت ها پرده آمده است بودن 99 از 10 9% خیلی در ویدیو امروزه گفتم
99 از 10% همشون خیلی بیماری داشتن و پیش هم دکترا می اومدن، هم بالنیسای همینجا. یعنی که دکتراشون با قوتن برای میخونن، برای که در حقیقت همین کسب دوست میدارن. ما اگر توجیکا سودا را بسیار دوست بداریم، مثلا میگیم اون بیزنسه یا همین ساحه مدیسینه را سخت دوست میدارن، دکتر در اینجا قدری بلند داره، به هر دکتر قدری بلند داره. فهمیدید دوستان؟ به حد زور میخونن، به حد حرکت میکنن. دینا با اون خاطر گفتم ابو علی ابن سینا بابای ما بود، یعنی که تاجیک بود، فخر ملت بود، فارس بود، اما دیگر جا استفاده برداشتن کتابوشا. میشه همین خدمت هم کار کنیم، سخت بخونیم. سلام علیکم. سلام به همه دوستان مهربان. پروردگار بچهای کلو، بچهای وحدت کدام شهرهای نباشه نوعی رشت صبر جمیل تو بتدای آفتهای طبیعی همدردی ما قبول کنید. ما درست شید زمین سفریم به خدا خواه ندیده 5.5 ساعت پرید، 6 ساعت پرید، گشنگه قریب من بریم قبل اینجا آمدن بود. گوشت مرغ، گوشت گاو خیلی وردن نخوریم برای که نمیشه. فهمیدی برادران؟ سلام علیکم بابا جان. شنکر دیدی همین هندوستان میگه خیال کن میکنه هندوستان فقط هم شنکر میتخون چکر بورته نه و غیجا هم تا مردم زندگی میکنه. خودت برای سیرت روتی. ما این همین دودرک آوردیم، این همین دودر آوردیم، باید همین برای اپیراسش کنیم. میفهمی؟ اپیراس ببرنش. شنکر دیدی برای چی نخوردی؟ آخه گوشت او سمالتوی گوشت حرام آخه. هی دوستان مهربان منی کو لایک بزنی 1000 نفرش کنیم بعد یک گپی زور تو بگم برام برم. ای خدا. سلام شیری وطن سلامت باشه دوستان. به خدا قسم همین برادر دمجه خواه والله قسم بالله تعالی از ورای خدا اومدیم. ای برادر حالش میبینی وقتی خطی انسان کار میکنی میفهمی درد ده دردی میگن دردی مردم در دیوار. من هر روزه همین الله شاید که یک چی میگم ده من سیم 8 بدم خودم لیچنا. ما لیچنا خودم سیم 8 بدم. مادری من از درد گذشته. مادری من 9 سال کسل 6 کشیده. فهمیدی؟ کسل 6 کشید از درد زیاد، از بیپولی کم بغلی که پدر من ده مرده بود، از دردم مادری من گذشت. من پیش خودم عهد کردم، وعده دادم پروردگار من دکتر کن. مادرم میگفت دکتر شو و مادرها و پدرها خدمت کن. پروردگار خواستی من برآورده کرد، من دکتر شدم الحمدلله. گرچنده که من میدین سود نخوندم به سبب نبودن شرایط. مید کالج خوندم، بعد با رفتم سیمین خوندم فیلشری. الحمدلله چقدری هست. اگر که همجه هم قشلاقی من شتگی باشن میدونم من در قشلاق میرم. الله شاید که 99% قشلاق ما ای غرم راستیش، ای قشلاق قزراق، ای ناحیه رشتم. وقتی من وطن میرم همون بیماردارا فقط همون جرم دارم دشمن همه ها به خدا خرسند میشن، بعضش ای خرسندی گریه میکنن برای که الله شاهد که من از یگان تیوه پل نمیگیرم. خدا شفاشو میتیم. من میرم بیمارا را در همون قشلاق خودمو در بدر خونم مثل هم میدبراتو برادرای هستم و کال میکنم کپل میمونم. یعنی که دختر وقت ندارم، یعنی که یه ماه 2 ماه در وطن میستم در بدر میگردم توبت میکنم برای که مادری من در وقتش از درد در پیش چشمم خون میپرتاب. من شرایط پدری من نداشت، اما الحمدلله یک 10 مرده بود یک گوسفند یک اپتیکچه میداد داروش میداد نمیداد فند فریبش میکردم. با چی میرسید؟ دوره جنگ گشنگی بود. من عهد کردم که در مادرها پدرها خدمت میکنم، از برای خدا خدمت میکنم. امروز این برادر از درد داره یا یگان برادر و مادر دیگر از مشکلی داره، مشکلی منه. برای که من عهد کردم آرزوی من همین بود که خدایا من طبیب که تا من کمک کنم.
خدای من بای که تا کمک کنم. الحمدلله چقدر دارم، تونستم از خودم، نتونستم از برادرات ایسوس جمع گیر میکنم. مثل که اون مادر یا مخشیده خونه من کردم اینا نشه دین تیروزو پاره حج شروع کردیم، حج عمره از حساب برادر فرزند نداشت. اکی چی میگه این خیتی رو بدن، یعنی که اگر در حیات انسانیت خیتر نباشه، یعنی که این شخصایی که بد میگن پس اکران اگر نباشه از نچه کاریت نامعقوله، باید در راهیت چونی خیتی رو باشن تا هم قدر متوجه بگن. خب با اون خاطر این برادر با من یگان مبلغی نداده، پیش من اومد به خاطر خدا همینجا هندوستان اومده، این اول نیست ایجا 12,000 دلار کشن رفته تاجیکستان، اوجا نیفته باید خونه شده فروش میموند، اوجا نشید خیست پیتول مهرسه پیش اومد. من افیر کردم به خواست خدا 3-4 هزار نفر در اومده دم افیر 1,200,000 همون شب وقتی جمعش کردیم خیستم گرفتم اووردمش. منم الحمدلله 4 فرزند رو میخوام که سون کار کنم. فرزندام آنه که همون کارخونه هیجامه کار کرده در لوبلینو روزش 5,000 میره، 3,000 میره، 2,000 میره، همه کودکان و بسه زاتو در خلق ملت مسلمان و تاجیکم خدمت میکنم. این همین قدره. چی میگه والله پروا ندارم. نگاه کنه که حضرت عمر من میلیون بار میگم، میگه نسبت یک برادر اول خوبیش بگم خوب میگن در و قچاق همو برادر خطونه پرتوی 70 کروگ همو برادر نگه کنید اگر دستایید باشه دستاین باشه بعد جانتون فیداش کنید. اگر بد هم میگن 70 کروگی پهله همو گپ نگه کنید آیا این چقدر حقیقت داره، بعد سنگسارش مینی دوشنورش میکنی، بعد جنگجارش میکنی، دزش میگه، ماشینکش میگه. اما متاسفانه مردم ما یک گپ میگن ولی یک پهله چه نگاه نکرده در سرش سانسور میگه. چیزی میگن گفتن که روز قیامت روز محشر خیلی روز سخته که پیش پروردگار راست بسیم ان شاء الله همه معلوم میشه. با مختار خداوند میگه تا ستر که من روز قیامت ستر کنم. این پروردگار میگه ستر که تا ستر کنم. این نه من میگم، نه شهرالله میگه، نه محمد الله میگه، نه زید الله، نه کسی دیگه. این پروردگاره که دنیا را آفرید من شما را آفرید. نیکه متاسفانه برادر ما نمیفهمند. خب برادر ما امیدوارم که چی شید بچه جرگتالی چی شید بچه جرگتالی چی شید. اینه برادر ما قطیمه الحمدلله خودم گرفتم و وردمش همین راه ما پگاه ورش قطی و میخریم چیش میگن نمیگن انیق با ما ویدیو می‌بینیم یا اپیر میکنیم چخ میکنیم. مثلا مسئله برادرایی که میگن الله شاید که من نمیدونم همه را امکانیت نیست خداوند حفظ نکنه صبر که همه هر یک کدوم ما و شما را ببینه که الله شاید که من بسیار جای دولت ها رفتم، بسیار وطن ها رفتگیم، یکم وطن پس نمیزنم، اما به خوراک ملی خودمان به اوقات های ملی خودمان یگان تش نمیبراید. نه به یک قرطاوی اچگیمون، نه به یک شکراو، نه به یک آش، نه به یک منتو لگمن و آش شوربا و دیگرش. همه دولتش رفتیم از بیخراکی عذاب میکشیم. خب حالا سلامت باشیم برادر اکه بارن در باره کنکورس کنو ویدیو ویروسی امروز همیه. من کنکورس کنو را چی رو بگم؟ کنکورس کنو خورده گشته سودیم. کنکورس کنو بسیارش برادران میشناسنم، اما کنکورس کنه ما و شما کنکورس کن میکنیم. یعنی شما من پس نمیزنم و نسبت چه هیچیش نمیگم. خیلی این برادر میگن من یکمین بلاگری بودم که ویدیو کردم پروتیفی کنکورس کنو که در 1 ساعت 180-200 هزار پراسماتر گرفته بود. من از حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش کردم که سری راهی همین کنکورس کنو را بگیرن. با کدام خاطر؟ به خاطر اونه که برادرها خیلی برادرها جزیر شده است. اما ببینی من علماوری دهمی غجدی زیقی دهمی میشه که بعضی برادرایی که میخوایم بازی میکنن یک ماشینی لکس میبرن، بی ام وی میبرن، چی میبرن نمیبرن، میرون همو پدرایی که در همو خانه هستن مادرای حاجیه هستن
همه با گوسپند به همو چه قالین و قالین بچه و پیشواز میگیرن. با وقت سخنشون میتیان میگن که مقصد بازی کنه، مقصد حق چیست نبوده، چیست نگیش چیست نیه، اما حرام است. میگه که من در 10,000 بلیت میخرم، در 20,000 بلیت میخرم، سومی حلالی که استرایکه کار کردم یا که یکم سودام کردم، همون 20,000 هم میگیریم، یک بلیت میپرتم، یک ماشین میزنم که 10 میلیون روسیه یا 20 میلیون روسیه. یعنی که هم 20,000 ما با 10 میلیون حرامی ارزش کردم. 10 میلیون حرامی میبرم فرزند یا میفروشم اهم حرام. مثال میگم هم 20,000 مایده بود، میگیره تمام جورا پهن میکنه، تمام اولاد ما جزیر میکنه با اون پول حرام. من برادرای خودم بدن، برادرای خودم هستن که کنکورس باز شدن، یعنی که در همین کار حرام رفتن. این یک وبا است، وبای عصر است. باید ما توبه کنیم. شخصانی همجا قریب 1000 نفر شدگی، شما بدونه که حرام است. هر یک قدم شما اونجا پشتی 99% بازی کردگی. یا که بیا بسنجیم بخت ما، همون بخت همه سنجی که همون ماشینک در نومن میغلطه یا خانه میغلطه یا 100,000 میغلطه، 200,000 میغلطه. شما میدونی حرام است، نه که همه بازی کرده شده که شما میگی نسبت فلان کنکورس کنو گاو زدن، نسبت وایو چی گاو زدن کو، نسبت شما گاو زدن در کو، نسبت شخصی که بازی میکنه گاو زدن در کو، شما را چی در زده. خیلی همون برادر کیای رفت، اگر که همه شما نخری آیا بازی میکنه نمیکنه، شما را شما با نصیحت ما نصیحت نه، باید همین علماها شما را نصیحت کنن. مردمی خریدار پولی همون قمار است. به همون خاطر یعنی که من پس زدن نیستم شخصی بازی میکنن و یا نلاگ میسپارن چیکار میکنن. من شما را گفته استم که شما را چی در زده میخری. امید خواه، بله امید خواه، بیماری خواه، شما را چی در زده بازی میکنی. بله که اکای دیلوارشو در هندوستانم، بله در هندوستان همین بیمار آورده، همین امیجون آورده گیم. شما را چی در زده که شما میخیزه بازی میکنی. 20,000 با الله قسم اگر بگم که از همین برادر جون یا 15,000 پارتو 10,000 پارتو، یعنی همین برادر امیدی ما نیاز داره نمیپرتوی. در فکر نمینی که هم 10,000 که با امید میتی ای در قیامت بطره یک ثواب کلون میوره. دور اندیش نیستیم، اما هم 10,000 فکر نگاه کنی 10,000 حوزی پارتوم یک که میزنه یا ماشین فایده میکنم نه. حاضی را فکر کرده خفه نشه، من با بای خنده پس نمیزنم، این خوبشم نمیگم هیچ نمیپروس یک گپ میگم. وقتی پیش از همو یک چیز حرام رکلام کرد با بای خنده یک چیز حرام رکلام کرد، چون چی استر بود چی بود. پیش ایوا یک مردک یک گودک مونده بود، یک گودک مونده بود، گفت که برادرو همه یاردم کنی. در خونه کمپیرک بود، آبشی 20,000 یا 30,000 جمع شد که قریب 100,000 پرسموتر گفتم. آبشی 20,000 یا 30,000 ارسی جمع شده بود. بعد یک هفته 2 هفته بچه استارت رکلام کرد با بی قتی مگم با اون برادرو رکلام کرد. انا حوزی میزنی مردمی ما که فقط در عشق نفس رفته بودن، در نفس رفته بودن، سرازا با گپی بابا نه وای گپی بابا را زدگی بودن یا خیلی وای ها حوزی پارتویم دلار اومده است. حوزی راش فکر کرده پروردگار زد شرمنده شو کرد، یعنی که هم دلارای پارتوفتن پروردگار جزیره آباد شو کرد. هم خیلی انا گفت نباشه اگر شما فکری بابا خنده میکردی یا که استخوانی بابا خنده میگرفته یا خیلی گفته کو بابا خان ما تر حرمت احترام میکردیم، من اروی تشیده کسوختم تو بابا خان یه هفته پیش یک گودک پارتوفته بود چوت و احترام میکردی اصلا 10,000 ارسی نپارتوندی نپارتی. اما قیمار رفته در قیمار رفته خداوند انت شرمنده تو کار دلاراتو سوختن بسیار تا الحمدلله که درس حیاتو شید بسیار شکر که چی میگن درس هم نمیشه بعضیش متاسفانه. اما مسئله کنکورس کنه او بچه‌ها چی گناهگارن؟ گناهگار شمایی. همین عقل داری. خدا میگه قیمار حرام است، ای کارتش ای نردیش ای دیگر حرام است خدا میگه. اما شما میری بازی میکنی بعد اکای بابا جان یا که بابا لنگری و دیگر همون کنکورس بون ما یا ماشین بریدیم، همون ما ماشینیکی کرد ما را نداد،
машиник ти машиник шахсе ки бозӣ кардӣ барои худованд ра гуфт эй бандаи ман ҳамин қимор ҳаром аст чӣ ба кадом шаклеш набоша ҳаром аст ту худованда гуфт мана бобоҷон не лангари дигар не худора гӯш накарда рафте бозӣ карди имрӯз худованд шармандат кард ҳам мошина бирида ака наметиҳаму фалон конкурсбоз охай ту гуфтаи сода ки худо ҳаром аст нахӯр накӯ мекунӣ ку хуб бародарҷон инами худованд ҳазор як ном дорад худо меган аллоҳ меган ба англисӣ год меган ба ирисӣ бог меган охи ака муллоҳои паси экран ман хафа нашед баъзе мутаассифона мебахшед ақибта шуштаи соз намедонӣ дар ҳолати ҳамон ақиб шуштан чӣ мегӯй иҷа бо дарс метӣ шахсое ки амҷа мана шидагӣ тамошо дорӣ ё амиҷа мақсад мехоҳе ки шахсое ки ҳамиҷа мана нисбатан бад мегем шумо чӣ кор менед вақте литсои ман дар шумо маъқул нест вақте ки ман шуморо маъқул нестам тамошо накунед бародаро гузарӣ равед хутунам гираҳгор накунед шумо фикр накунед ки рӯзи қиёмат ман қад шумо сар ба сар намешам хуб худованд гуфтан пули масҷид ҳаромай гуфта хуб Камолиддин Теҷей бародари меҳрубон ман шуморо Камолиддин Теҷей инамания скриншот кунам қадтон ӯле суҳбат кунам яъне ки оё ту мегӯй пули масҷида хӯрдӣ ту ҳаром хӯрдӣ ту ягон факта далел дорӣ қатъӣ ман бидӣ дабари ман бидӣ яъне ки ту аз ҳақиқати паси экран бохабар будӣ аз худо битарс бародар хуб Равшан Караев лабай бародари меҳрубон гӯш мекунам аз барои худо бас кунед ман парвои ягон гапи бади шумо надорам барое ки худованд дидаи содаи мана худованд мана медонам рӯзе агар ки ҳаром хӯрда бошам рӯзи қиёмат худаш ҷазо метиҳа ҳалол хӯрда бошам худаш иншоалло подоши нек метиҳа туҳматам карда бошанд иншоалло аз савобҳои ҳар як қадами шумо ман иншоалло рӯзи қиёмат бардор мекунам иншоалло аммо аз худо битарсед бародаро кадомед гап дорӣ пеш биёй пеш корхонаи ман ба ҳар як қадами шумо маълум аст хуб бародари азиз ба ҳамон хотир худованд ҳидоят кунад аввал хунма баъд шуморо ина касалӣ дар амҷа ховай Камолиддин мегӯяд худат гуфтӣ гирифтам ман гирифтам гуфтам аммо уҷа чӣ габа ту медонӣ бохабарӣ бародари азиз хуб бародар чӣ гӯям ки нагуфтанам беҳтар аст сухан дар даҳон посбони сар аст иншоалло наворҳо дар ҳиндустон мебироянд алҳамдулиллаҳ наворҳо мебироянд ӯ хетерое ки меги гуфтан бигирӣ чизе меги гуфтан бигирӣ мо ба пеш рафтан мегирем одами гапзан меояд ай пеш суҳбат мекунад сар як пиёла чой бародарҷони ман ҳаракат мекунем ки рӯзи қиёмат аз пеш суҳбат кунем о пеш парвардигор ба ҳамон хотир фақат шумо дуо кунед ки 1000 нафари амҷа хоини бародар худовандо шифои комилаш битиҳа гуфти ҳамн бобои лангарӣ ака мо пага мерем ҳамн наворҳо мекунем ҷои хӯрокпазишона ҷои авқотпазишона як чи мега хеле чалпак мепазанд дар таиҷа ва як бобои лангари сёмкани роӣ мекунем хуб бародарҷоно аллоҳ шоҳид ки парво надорам просто агар ҳозир менависанд ҷавобшона мегӯй мега ки майморо мебинам намех ман аз ҳамата мехонам ҳаракат менам ҳамата бибинам касет бад меге раҳмат нека меге раҳмат саломат бошед фақат дуо кунед саломати чихела гапҳоро аҳамият натиҳ ҳама хуба акаҷон 100% худованд ҳифзтон кунад просто хоҳиш мекунам ки пага дар ҳамин метрои Люблино дар ҷои ҳиҷомаи мо иқа уборка меравад дар ҳамонҷо бире ягон кас уборка ки то бигая иқа модаро ҳамонҷо бошанд кӯмак шукне агар истихана бигем
نمیروند. میگه تو بگه من 1000-2000 روبل کار میکنم، میرم دمی بابا جان یا مادرم میگیرم یا پدرم میگیرم. نمیکنی. وقتی نمیکنی با اون خاطر حرکت کنی که چی میگن خوبی کردن نکنی. اگر خوبی کردن نمیتونی بعدی نکنی. بله ما هم میلیون بار ویدیو دادم میگم ما هم که خلق دلسوزیم، غمخوریم، به هر نمود دل میسوزه، دستگیریم، تازه ایم. من همه دولت میلیون بار میگم من همه دولت گشتم، اگر تعریف نشد چنین ملت خودم هیچ جا تازه ندیدم. تازه هن الحمدلله. حتی همون خونه هایی که در قشلاق ها زندگی میکنن میروان میچینن تازه میکنن. در همون گرد خونه اگر همون خانه قشلاق هم باشه یک پوستی گاوای خرای سگای موشای پرتوفتگی باشه یا کمتر بکنه برا فلانجی دعا شب میکنی فرزند تا که برا همون چیزا بگیری دفنه اینجا بو اومد. اما دیگه دولت ها میره بوی تمامی چیزا میکنه، تمامی نمود بو هسته. به همون خاطر برادر مهربان چیکار کنیم؟ حرکت کنیم که همین بخیلی ای وجود دور کنیم. تمام میگم همین بخیلی از وجود دور کنیم تمام انشاءالله. خب رکلام چی در کار شما رو برادر خواهش میکنم ما مسئله رکلام را دور کنیم. فقط دعا کنیم دودرک ما سوخ سلامت اپیرا کنیم به وطن بریم. آن در خود مسئله نه رکلام نه یگون مسئله بخلو مانده. لنگری هم چی نصیحت کنم؟ لنگری خدمت میکنه والله قسم و من میبینم ای 5.5 ساعت ای همو یک 3.5 ساعت ای خونش با مسکو را دوره میوه یک مادر شو یک پدر شو یک مرد شو ای کیسه خودش میوه سیامکه میکنه میگرده میره. لنگری خدمت های میکنه متاسفانه حق چی بگم موضوع که بعد میگم که اشتو دلش پرایسس آخی правительство این بیچاره چیکار کنه؟ правительство کاغذ اساس میکنه، خدمت کرده سودای راه داده سودای کافتکو میکنه، شرطه که هر یک کاری کنسولی میکنه یا پاسپورت میکنه سیامکا کنه پارت و بلوگر نیستن و یا پاکازو هر روز نمیکنن کو. پس اکران ما دیده شدیم کو دما کارتا یگون کس حاضی در کار نیست، سوم یگون کس در کار نیست. احمد رحمت تشکر کدمی پرسی کارتا بار یوردم کنیم سوم در کار نیست. ما 1,200,000 جمع کردیم هم دو درک گرفتیم اومدیم ان پگا دیگه انیق میشه همه کاغذا من شما رو نوار کرده میپرتم. به همون خاطر برادرو دعا کنی انشالله. من اولی سیم کارتا ندارم، از سیم کارتا بخرم بعد با بزرگا را سیامکا کرده یا کی برآمده افیر کرده نشون تو میتیم. من ندارم کارتا مون برای چی کارتا جمع کنم؟ کارتا مرتا در کار نیست الحمدلله سوم هست. بله سهراب سلامت باشی برادر جان. کیمی برادر جان من نمیدونم ولی کیمی برادر به خاطر که ولی انیق نیست که ما چیکار میکنیم گیجو مینیم کدام بالنسای دو داره میبریم چقدر کسلی است چقدر سوم میشه و چیکار میکنه یعنی که پگا انیق همش انشالله انیقتر میشه. این ما همینجا اومدیم در همین گرمی میفورم بیرون بروم نه که وای فای دای چی نمیشه. وای فای که هسته ما دیگه برماده سیونک کارا نمیتونیم این برای مقصد این هم بیرون تماشا کنیم مردم هندوستان رو ببینین اینجا. این هم مردم هندوستان بگن این کوچاکوی تنگ دوران اینجا نام بسته استیم نه بچه‌هاش کارتا بازی کرده سودیان خونه های پستک دوران یعنی که بوچکه های آب قطی پر میکنن. دوستان عزیز ببینید بوچکه آب پر میکنن. این یعنی کوچاکو من از یک طرفی سیونکا کرده سودم اینا اینجا مو گاسنیسا یا اعلان برادرها این همه شیفی کوچه نویسه یکی من چی میرم تاجیکستان میرم 3 نفر در کره کمال الدین تیجه ما مسلمانیم ما از بخیلی و برادری گفته استادیم برادرها از همین غجدی و دور بسته همجا شما بحث داره ایروی همین بحثی به معنی و جنگ و جنجال به معنی و کورچزنی همدیگر پسنی همدیگر هم ملت خود ما شرمنده کردیم.
ما زور باشیم در وطن یانباش مینیم. یک خیلی در همون وطن در یک کلمه الله اساس گفته نمیتونیم، در این جمعیم هر یک بقیه میشیم که گبزنی تاجیک بچه چی در کارن گفت اکا جانی من. این ملتی هندیو میگن همش بسیار شنمی تای نمی ترینشکر رو میبینی، اینمی ترینشکر است، یعنی که مایک های استین کلکه میگردن در خوراک پزی هم خیلی خیلی خلق همین خیلی است. اما امروز یک جام بردن جای حلال، مرغ حلال برای کسی مرغ حلال در کار مرغای زنده. من هم مسلمان ها پیچوندگی مخم میخشروان خیلی خلق همین خیلی است. با اون خاطر همه دولت هم خیلی این برادر روده غوثش، برادر خواه روده غوثش چیه؟ ایدرن نقصو پیدا کرده گیم باید ایده طرف همه ببرن. هوا گرم بهت هوا گرم اینه بی اینه تو خورده است میبینیش اینه کاندیشنر گیرون کرده همون قدر دیگه گرمه نمیدونم. هی خدا من ایستون کنم والله قسم هر کجا باشیم وطن دیگره. به اون خاطر برادر عزیز برادران مهربان خواهش میکنم از هر کدام تو سرجم شویم. کلی بنده در حیات خطا میکنه. بابا کلان ما که یعنی که یکمین انسانی که در دنیا آفرید پروردگار خطا کرد. ما به خطا میشیم، خطاها گوناگون میشن، خطاها در حیات گوناگون میشن. حرکت کنی که خطا نکنی، خطا کرده ای تحت دل توبه کنی پروردگار خودش میگه باز آی میگه هر که هستی باز آی، یعنی که بس من بر بگرد. میگه این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی باز آی. به همون خاطر ما چی میگن بنده هستیم، خطاکار هستیم. حرکت کنی که کلی بنده خطاکار پروردگار کلی گناه هر یک کدیم شما را ببخشه. هندگی گپ زنم سقرایش فقط همی در گپای بیهدت مونن. برادرم بسان میگی انشالله فایده دوران گپا. ببینه که همین دولت هندیو همین هندوستو یعنی که همین برادران خواهرای هندیوی ما برای که برادران خواهرها میگم برای که یا مسلمان هم دورن ده 100 سال در تحت دستی کی بدن انگلیچنو بدن. ده 100 سال یک سال ده سال ده 100 سال زیناشون کردن، قتلشون کردن، مجاهداشو کشتن، وطن دوستاشون کشتن. به همون خاطر ایاران فهمیدن در کار در جنگل ها خواه کردن. همون خیلی جزیر شده رفتن. اما استوریا هندوها را ببینی خیلی استوریا بزرگه. اگر کدمید که میدونی استوریا هندیو را به حد بزرگ گذشتگی هن. اما از سبب که انگلیچنو گرفتن در تحت مستملکه خود 100 سال بچونین آورده رسوندن شد. نسلش را جزیر کردن، جایهاش را جزیر کردن، شهراش را جزیر کردن. این سیاسته که تاریخ است. فهمیده برادر؟ به اون خاطر مسئله هر یک قوم هر یک ملت برای خودش یک تاریخ داره. اما الحمدلله از همه تاریخ بهترین و بزرگترین قوم خود داره. قوم فارس گرچنده که پیش بابا کلانی ما علاو پرست بدن اما خلق تازه بدن، پاک بدن. یعنی که همه طرفه حتی خوراک خریمو، حتی اوقات خریمو، حتی اوقات پزیمو، تمامی نمودی همیشه کارای ما الحمدلله تازه هست. این سیه من ریال نشما را میگم تعبی نازک داریم، بهت اکورات نمیخریم. و خدا من اکو پس نمیزنم بسیار گشتم به حد به تعب ازش میخوره. حتی خوردنش رو اگر قطعید بشه اپیتیت میگرده. به همون خاطر
که ای توش تو یا دوست داشتن سوهای مدیسینه را خوش باحال شو، یعنی که بهاد مدیسین را سخت میخواد در همه جایی فقط سه مدیسین را سخت خواهد اما کوچه و کوچه‌اش جزیره میگه زندگی میری پیاره. هی خداوند همه تا نگهبان باشه. در کجایی؟ من در چیم؟ هندوستان قطعی برادرم امید جان میری ایندیا. بسیار خدا رحمتش کنه. سلامت باشه برادر. پریویت جان شیری خدا. عمر خالوف سلامت باشه دوستی خدا. استوایی که در مسجد قطیم بدن پروردگار خیرش بده. پروردگار در روزهای سخت قطیم بدن. خداوند حفظتون کنه. عمر خالوف، خوری عمر جان، خورشید فیاضو، نمیدونم کسی باشی این برادر موزیک رنگ ایزدم من پیشی که نگاه کنیم. میگه که بسیار محل یه بچه 700-900 کس تماشا داره. میگه چه خگه میزنی بارو که او پاره در پیش هر یه تلفن 3-4 کس شده گوش کرده شده. وقتی که بلاگر شه بعد میفهمی. میگه من بلاگرم لایکمونی بعد میفهمی. دعاگو باشه جان شیرین انشالله با نوارهای نو میکنی وقت یافتیم. سلامت باشه. میگه در سری کلت بود سلامت باشه. ساعت با وقت مسکو 20 کم 8 با وقت هندوستان ساعت 12 شب. سلامت باشه کمالدین تیجه برادر. حاجی جان کارت نداری برادرمون؟ نه کارت داره اما کارت نمیمونیم به خاطر که ولی نامعلوم چی میشه. من نمیدونم ولی چی میشه. فهمیده برادرم؟ نمیدونیم چی قصفو میره چی کنه. ما میدونیم پریمیر نه که $12,000 شاید انشالله یگان سکیت کلون خاک او دفعه خودش توقع اومده یا ما هازی همین سبب اومدن من مقصد همین بود که خودش توقع اومده $12,000 گفتن. یعنی شاید گپ زدن نتونسته خاک کسل بیماره ای بیچاره در حقیقت کسل. این همجا حاجت خونه در یک ساعت 5-6 بار میره. پگه کبریم یکی پروردگار یکی با حرکت می‌کنیم یگان عکس که کلانش میکنن. خیلی کی میدونه با اون خاطر حرکت میکنیم. کسی را بودن لیچین مرتش آوردن این آدم. من امروز دهمی گسنیسه هستم. گسنیسه مسلمان ها های دهمی گسنیسه مسلمان ها ویدیوهای را نشونم دادن. آدم های با نام و با نشانی تاجیکستان نشون دادن که ویارش ما در اون تلویزر فقط میبینی. من گفتم تاجیکم از تاجیکستانم نومم خیلی برو آدم ویدیوهاش و صورتاش رو کم دیدم ده خلاصه. هر یک شخصیت این بلنسه اومدگیان. هر یک شخصیتی که این گسنیسه ها اومدگیان که گفتیم گپو فقط همون گازیت رادیو و چی میبینی شما در تلویزیون رو با همون خاطر گپ زیادی در کار نیست. بلنسه با قوت های هیچ یاد اومدیم قطعی برادر چخ کردیم محل پتنی ماشاءالله. سلامت باشه برادر مهربان. هر شب زیخه دهد بپرس اگر تو مردی امروز به مردم چه خدمتی کردی. مردی نبود فتاده رو پا زدن گر دست فتاده بگیری مردی. همون خاطر کی چی میگه ای گوش میبره با گوش حرکت مینیم برو. ما در شهر هندوستان در ایندیا همین دو درکی که شهر جرگاتول بود ای لخش همه آورده بودیم افیر کرده بودم سومش جمع کرده بودیم یادتون باشه. من همه آوردگیم. سلامت باشه دوستان میری یگان خدمت نیست فقط دعا کنه که همه برادر شفا بیاوه و اپیراسش خوب بگذره. تمام فقط دعا کنه جان شیرین. این برادر روده غوث ایدران پسیده جزیر شدگی همه باید ایده طرف ببرن. ساز اومدیم الحمدلله. ساز اومدیم فتح جون همش خیلی سازی تنجی.
اما خاطر دوستان مهربون صبور باشه. ما اپیراسش چی میشه با افیر میکنیم. فقط دعا کنیم. فقط دعا کنیم. سلامت باشیم. خب یک بار دیگه میگیم پروردگار گذشتگانی برادرایی که در این آفت‌های طبیعی در روزهای اخیر در تاجیکستان شدن، رحمت مغفرت جنت الفردوس نصیب شام گردونه. خداوند میگه کسی که اگر که در آب و الاو میمیره، خدا ترس باشه، در راه خدا باشه و اجر شهید میبره. میفهمی؟ شهید. و به این برادرای ضرر دیگه صبر جمیل پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه. این برادر دادره که ما را شفای کامل بتیه. فقط دعا کنید جان شیرین. همه تا بالا میسپارم. خداوند حفظتان کنه. یگان کمدی باشه سلام تو علیک نگفته باشم، علیک تو بسلام خدمت تک خفا کرده باشم. پروردگار ما را ببخشه، شما را ما را بخشه. خداوند میگه ببخشه، روز قیامت بخشنده ها رو میگن منم میبخشم. بخشنده ها را دوست میدارد خداوند بهت. خداوند بزرگه. خداوند شما ببینید یک چیز تو میگم نسبت پروردگار مو، نسبت پروردگار همه ما و شما. مادر ما، مادر من، مادر شما بسیار میگیم چقدر گناه های بد نمینیم. مادر چقدر رحم داره، با دوست میداره میبخشم. پدر و مادر هم خیلی نیستن پراید نه، اما پروردگار آفریدگار دنیا و پدر و مادر ما و شما. چقدر بنده هاش دوست میداره، چقدر صبر داره. حتی این دنیا برای پروردگار چنین یک پری پشه قدر نداره. فهمیدی برادر؟ به همون خاطر خداوند در دوست داشتن در کار، نماز را خواندن در کار، پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه. خب همینجا کسی گفته که بخم احمدی و نویس برادر جان من شما را خانم باید برام. میگه ای خدا میگه سلامت باشه برادر. همین بخره سوال شد جواب میتیم ما میبرویم. السلام علیکم. علیکم السلام. ما هندوستان داریم برادر، هندوستان. خدا رحمت الله برا. سلامت باشه برادر جان من. حاجی کجا میبخشه من میگم ای رشت. من از ناحیه رشت از قشلاق قزراق ای جماعت نصرت الله مقسوم. اما ما مسلمانم الحمدلله. و تاجیکم. من همه وقت تاجیک میگم، گیجا با گیجا بگه نمیگم از گیجام. اما زادگاه هم ناحیه رشتم. من در همونجا به دنیا آمدم. کارتا نمیمونم برادر جان. خواهش میکنم کارتا در کار نیست. التماس سوم در کار نیست. فقط دعا کنی. فقط دعای نه که شما در کاره. ما نمیدونیم ولی چیگه میشه. سومی مبلغی در کاری هست الحمدلله. برادرها کمک کردن شما را هم بدیدم افیر. من هم 2 نفر اومدگی من تاجیکستان. 2 نفر این برادر عزیز. 2 نفر. ایجا کجا؟ ایجا هندوستان. هندوستان. هندوستان میره پیاره. چی میخرین؟ سمیتان خوردیم. این همجا KFC حلال خوردیم. یا جای تاجیکو چی تاجیکو بوده میگم. جای حلال بوده زکاس کردم در تاکسی وردم. بخور خوب قدش. خب سلام علیکم MC حاجی. سلام علیکم. ملدیس. میدوام دویده با همجا کک برده. آره. اکا همین امید احرامدین چی میشه؟ اکا همین امید احرامدین چی میشه؟ امید احرامدین اگر همون رجیستر نبگوی نمیدونم همشهرشونه برادرشونه هم خیلی محبت های محبت کو تاجیک در همه جو هست. بله بابای حاجی خود رنگی خونده های سلامت باشه علی. الان نگوان باشه. هندو ها را نشون تو سب سیاه هن. من جوگیم جوگی ای جوگی های سفیدم.
دم فیلم میگم که اگه بودن سازی خوبه الحمدلله. دمو چیو میگم به فیلم میگم که من جوگی سیاهم حالبنده میگه میخندن. این هندیو سب سیاه برادران جوگی بسیار داریم الحمدلله. برادرای شیردیلن بیزنسمن کلانن. اما ایش که در هروم طالبان باورم نه جوگی نه چی میگن توجیک آیا ای خدا به خبرن هم کورا کسب کارا گشتن. سلامت باشی لایف همین برادر میگی جوشی خیزرا و پیش سیراجدین سلامت باشی. اما چی جارش کردن برادر اما نه ولی پاگا برادر پاگا بالنیسا میریم. هندیو سویت میشود. این هندیویش که سفیدن یعنی که پوستی سفید دارن یورا مقصد همون انگلیچنو مقصد با ارسی اسمینات میگن یعنی که اگر گروه هم شود سپرمای همو اورا گرفته هم خیلی کردن هندی سفید گرفتن. اوکی بابا جون باشی سلامت باشی حاجی. بطری کار میکنه اکا جون دوشی نفهمید ایجا چی گپای چاق داریم تمام. خدا سلامت تاجیکستان برادر دیگه ننویس مسلم اکا جون یک مسافر زنم الله نیاد دنیا خور نکنه. شما بهترین سلامت باشی مادر مهربان. مسلمان هندویان مسلمان و هندیو را انشالله حال مسجد چون میرم سیانکه میکنم میپارتم این هم گسنیسه هم گسنیسه مسلمان ها هندو های مسلمان. سلامت باش شیطان از همین بیمارم. این نویسه رستم نویسه که شیطان از همین بیمارم اگر یگان سومد نماند تو زندگی کسل زدگی کسل. سلامت باشی رستم سفرزاد خاک چی بگم. سلامت باشی من علی بگذار گپیته این من هم کسل میخورم تا بسوز بگرد ترا نمیرسم من بریافم تا یکم کسل با قب کنی بخری بگردی. یورا همون تا میخندی دروش که بسوزن فقط. یا میسوزنه ای خیتی رو با خدا یا نمو سوختشو میگیره در شما باور نمیکنی یا خیلیش در جوگاش تگیس اکوس ای سوخته رو تو سهر خوش نی برای کار برا پگاهی میگن چرا دیر کردی میگه که بابا جون ندیدین در هندوستان سوم یگون کسلی خورده است سوختم گرفت. سوختش گرفت سوخته رو خوش نمیبره بام یورو فقط میگه که من میخرم تو بگرد یور یا نمود با خدا قسم بخیل اگر که پروردگار بیماری بخیلید بتیه یعنی که نفرت نسبت یگان شخص این بهت بیماری سخته میسوزه نه تنها ای عقیب میسوزه ای درن میسوزه که خوابشونه میبره بگه دکار دیر میکنن. من اون خاطر یورا میگو که خوب میکنم. هم اهمیت نتی این همیو بخیلی کردن سوم نفر توی حرام خوره همه حرام خور یا میلیون دسته جمع کار این همه حرام خور همه کسلی گریف اومدین همه حرام خور در اینجا خورده گشته است خاطی شنکر خاطی سلمان خان هم دوری میسوزن این دیدی. بس عملیات رستکی هندوستان پردیم بله کسلی قند توابت دارم برادر توابت دارن نه خنده میگیره تو بگرم رستم گیجا شدی چی رستمی سفرزو. به هم خاطر خیر مثلا نه تنها مقصد سون پرتوی آدم خیرخواه باشه نیکخواه باشه خداوند اساسا قلب شکوی میکنه حتی همچنین سخنا رو نمینویسه وقتی درن سیاه میشوه در کنکورس ها سون میپرتوی در هیجا نمیپرتوی با هم خیلی میشه بود او کنکورس کنو یگون کس دیگه ببره او آدم بخیل نبره که اوه میسوزه به اون خاطر فقط میسوزنی و یورو فقط سوختشو میگیرن میگن جواب اخمقان. با اون خدای خداوند حفظ کنه خداوند هدایت کنه یعنی راهی راست ببینن. نمره التماس نمره کرده نپرسه به خاطر الله نمره کرده یگان سوم در کار نیست
Прическа ранги, прическа Салман Ханши не? Рустам гидоши, Рустами Сафарзод. Прическа ма диди? Ҳаромхӯрия пашмои сар рехтиям. Рустам киҷо шидӣ? Бинавис. Фақат дуо кунем. ҳиҷома 2000 бародаро кор мекунанд. Қори Мусо ҳам ҷабре иншоалло дар хизмате. Қори Мусоро гуфтем саҳри омад. پل در کنش جانشین رحمت برای باوریتون. چی نیسته؟ کی؟ نمیدونم باید یافتن کیوب کفته سادیانش. اینجا ما چند سوانه 2000 پیتا باش که همه خدمتشون 2000. باشه کمی چی خلاقه اومد خوب اینه بچورم ده خوب. سلامت باشه. دعاگو باشه دوستان عزیز. پیش گریگون. اگه برخواست نمی رستم اگر همون شنکر رو بکنم بیام به همین یوتیوب بگه که رستم تو شری نری. علیکم سلام چوکای شیف سوزی تنجی زمزمو را چی گفتن اون برادر پاگا میریم الحمدلله سوز ما که حسن جان نمجا شیشتیم دمجا هجومت جدا مترو لوبلینو هجومای ما دوستان عزیز مترو لوبلینو روی همونجا السلام علیکم اکایی چی کی کدای این برادر رودای راست غوصش جزیر شدگی های همه باید ببریم دمجا کارت التماس همه شما همه خبر نشته رستم گیجاشید کاری محمد از سلام بگو کاری مادر بچید نشید بعد ننویست دیگه ما زنگ تو نزدم هم یه بار بنویسته رستم گیجاشید دیوای تماشا دوره دیگه نمی نویست بشلخ ای خشلوق لخشه امتری دشنام ننویسته التماس اگر رستم کیه جا برادر رستم یک گپی خوب نویسته بود همه ما جوابش دادیم گریخته دعا نکنه برادرها خک احتیاط باشه یعنی که هر یک خطا که برادرم میبینه مثل اون برادری که میخواست یعنی که به نیت بد رفته بود به نیت غژد رفته بود یعنی میخواست که همونجا زنا کنه زناکاری رفته بود خداوند به همین صورت وقتی خداوند میگه که به زنا نزدیک نشه ولا تقربوا الزنا میگه که به زنا نزدیک نشه حرام است وقتی که رفت خداوند هم خیلی شرمندهش کرد اما باید توبه کنه شما را توبه کنیم ما نمیدونیم تو آخری حیات ما چی گناه ها قطعی ما رو فرو میشیم چی سنجش های پروردگار قطعی رو فرو میشیم و همون خاطر پس زدن در کار نیست فقط توبه کردن در کار میگن در خانت پشت که ماده داری از همه توبه که خدایا بگو و همون خاطر توبه کنه پروردگار تا دم مرگ ما چی میشیم و همون خاطر التماس یک کس میبینه در اینترنت رو میبینن مثل این بچه برآوردن برای چیکار کردن نکردن التماس خواهش میکنم توبه کنید هر یک کار میبینی توبه پیش یک کار میدن بالای توبه میکنن خدا توبه کنم حاضر میبینن هزار یک حدیث دلیلش میبینی ای امام بخاری امام مسلم از تمام سخنهای پیغمبران میگویش و ای گوش با گوش با هم خاطر بعد نگی نسبت یگان برادر چند ساعت رفتین 5 ساعت آمدیم چون بی بس کنی بخور خندم گریب های برادر یک خطا کرد نویس رفت کرد فهمید خطا بشه عبدالرازی که نمیدونم برادر ما خطی نمیم برادر امید جانیم ما ولی سحری بلنیسه میریم انشاءالله من نمیدونم حالی چی گب میشه و چی هست سترو هست
با عروس میگه عروس تمام. عروس که کارش حل شد. بلیت چند سومه؟ 23,000 بلیت گرفتن. $200 یا 100 چند دلار به فیلم ویزا هایم خیلی. الحمدلله پول داریم برادر، پول هست. و ای برادر سوم در کار نیست، فقط صبر کنی دعا کنی. فهمیدی برادر عزیز؟ دعا کنی. معلوم پگم امروز وراچ با خب نکردیم، وراچ نیست پگم میاوده ادمی توبت دیگه کسلو شایم. وراچی که بچه را باید اپیراسا فرمیده اپیراسا کنیم بنا پرایلین پگا انشالله حرکت میکنیم یا اپیر یا که یگان ویدیو میکنیم که این دو درجانی ما چخیر شید. فقط دعا کنیم خداوند. 5.5 ساعت این مسئله و افیر اومدیم خطا نکنیم. 5.5 ساعت بیا که بس کنی و برادر سیبت نبود که جوشید رفت. فقط دعا کنید دوستان مهربان. ما از افیر میبرایم رحمت خدا که همراه ما بوده. حرمت احترام میکنیم. بعدوت هم مینویسی رحمت، نیک هم مینویسی رحمت. سلامت باشی. حرکت کنی. هر یک کاری بد میبینی توبه کنی شما تو او کاری بد نکنی. خداوند حفظتان کنه. ساعت به وقت ایجا ساعت 12 شب. چوکدی این برادر از درنش کمش عوده غوث جزیرش دیگه باید همه ببرن. ما در شهر هندوستان 12 شب. 12 شب دوستان من. سلامت باشی. رحمت خدا. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند حفظتان کنه. همه تا بخاطر اولاد دوست میگم رحمت برای دستگیریتان. می ندارم. دعا باشه انتظار باشه. السلام علیکم و رحمت الله.